سلام، اسم من آناه. این اپیزود راجع به اینه که چرا همیشه فکر میکنیم زمان کافی برای انجام دادن کارهامون نداریم. به نظر خیلی این ادعا ممکنه غلط باشه. چرا؟ چون اونا میگن که ما وقت برای اون کارهایی که برامون اولویت نیستن نداریم و اغلب وقت کافی برای اون کارهایی که اولویت بیشتری برامون دارن داریم. و تنها راز این که ما وقت برای انجام دادن کارهامون داشته باشیم اینه که اولویتامون رو بشناسیم. با این کار اینجوری نیست که ما زمانمون رو بیشتر میکنیم. ما فقط داریم زمان رو از اون کارهایی که اولویت کمتری دارن میگیریم و میدیم به اون کارهایی که اولویت بیشتری برامون دارن. خب حالا از کجا بفهمم که چه چیزایی بر من اولویت داره؟ باید بیام اهدافم رو توی زمینه‌های مختلف زندگی مشخص بکنم. و از خودم میتونم این سوال بپرسم که 3 تا 5 اتفاقی که ممکنه توی هر جنبه‌ای از زندگی من میفته و اون سالمو به سال خیلی عالی و بی‌نقص تبدیل بکنه چیه؟ اگه خواستی خیلی دقیق‌تر اهدافتو بشناسی و در نتیجه اولویتاتو تعیین بکنی، میتونی این ویدیو یا این ویدیو که این بالا میاد رو ببینی. این ویدیو راجع به بازبینی زندگیه و میتونه بهت بگه که همین الان توی هر جنبه از زندگی دقیقاً کجای اون اهدافت هستی و چقدر ازشون فاصله داری و چه کارهایی باید بکنی که بهشون برسی. خب حالا که اولویتامون رو تعیین کردیم و اونها رو شناختیم، باید یه کار خیلی سخت انجام بدیم و اون نگفتن به هر چیزی غیر از اون اولویت هامونه. این بخش میتونه خیلی سخت باشه برای ما و بعدش بهمون یه احساس گناهی بده که نباید این کارو میکردیم و همیشه به خاطر اینکه اون احساس گناه رو نداشته باشیم یه جوری زندگی میکنیم که هیچ وقت نگیم. ولی اگه جوری زندگی کنی که هیچ وقت نگی، دیگه وقتی باقی نمیمونه که بخوای به اون اولویتات رسیدگی بکنی. در نتیجه باید به هر چیزی غیر از اون اولویتامون نبگیم. ما وقتی که در اختیار داریم همش مال خودمونه و حتی اگه جایی انتخاب میکنیم که اون وقت رو به کسی یا به چیزی اختصاص بدیم، اون انتخاب خودمونه و خودمون خواستیم که اون وقتمون رو به اون کس یا به اون چیز اختصاص بدیم. پس تا حد زیادی وقتمون در کنترل ماست. البته قبول دارم که برای بعضیا ممکنه این کنترل زمان و برنامه‌ریزی کمی سخت‌تر از بقیه باشه. به دلایل مختلفی مثل اینکه زندگی خیلی پرمشغله‌ای دارن، خیلی پرمسئولیتن یا اصلا کلا زندگی بر مبنای یک برنامه‌ریزی رو بهش عادت ندارن. ولی خیلی وقتا توی همین زندگی‌های پرمشغله و شلوغ و پرمسئولیت هم کلی زمان خالی هست که حواسمون بهش نیست یا یه سری چیزایی هست که حواس ما رو از اون زمان خالیمون پرت می‌کنه و در نتیجه اون زمان از دست میره و ما فکر می‌کنیم که وقتشو نداشتیم که مثلا فلان کار رو انجام بدیم. به خاطر اینکه بفهمیم چقدر توی زندگیمون وقت خالی داریم که حواسمون بهش نیست، بیایم این تمرین رو با هم انجام بدیم. خب بیا زندگی خودتو این که زمان و صرف چه چیزایی میکنی توی یک هفته بنویس. هر هفته 7 روز داره و هر روز 24 ساعته که در مجموع میشه 168 ساعت. من خودم روزانه بین 9 تا 11 ساعت کار میکنم و 5 روز در هفته رو سر کار میرم که در مجموع میشه 55 ساعت. در شبانه روزم 8 ساعت میخوابم که در واقع در بهترین حالت 8 ساعت میشه، ممکنه بعضی وقتا کمترم بشه که میشه 56 ساعت. حالا اگه این دوتا رو از 168 ساعت کم بکنیم 57 ساعت برامون میمونه. توی این 57 ساعت من میتونم به کارهایی که دوست دارم برسم، مثل ورزش کردن که 5 ساعت در هفته رو بهش اختصاص دادم، یا اینکه روزانه 1 ساعت کتاب بخونم یا فیلم ببینم که در هفته میشه 7 ساعت، و یا روزانه به کارهای دیگه هم برسم مثل کارهای ویدیوهام. روزی 1 ساعت هم به این اختصاص دادم که میشه 7 ساعت. که اگر اینا رو هم از 57 ساعت کم بکنیم بازم 38 ساعت میمونه که ما میتونیم توی این 38 ساعت به کارهای دیگه‌مون برسیم، مثل غذا درست کردن، نظافت، تفریح، استراحت و یا هر کاری که دوست داریم. ولی شاید تا الان بخش زیادی از این 38 ساعت رو صرف کارهایی میکردم که دوست نداشتم انجام بدم و شاید به دلیل این بوده که فکر میکردم وقت کافی برای انجام دادن کارهایی که دوست دارم ندارم، که یکیش میتونه اسکرول کردن توی سوشال مدیا باشه که واقعا وقت زیادی رو از من گرفته، و یا هر فعالیتی که حواس ما رو از کاری که دوست داریم انجام بدیم پرت میکنن. اولین کاری که من خودم انجام میدم اینه که میام تموم چیزهایی که توی ذهنم هست، چه مهم چه غیر مهم، چه ریسک چه درست، چه در جهت اولویت‌های من هست چه نیست، رو مینویسم روی یک کاغذ
و این کار باعث میشه که خیلی استرس و نگرانی کمتری داشته باشم در طول هفته، چون تمام کارهایی که باید انجام بدم و روی برگه نوشتم. مرحله دوم اینه که میام از بین اون کارهایی که روی برگه نوشتم اونهایی که در جهت اولویت من نیستن رو حذف میکنم و میدونم این حذف کردنه یا این نگفتنه به اون کارهایی که در جهت اولویت ما نیستن واقعا سخته، ولی بعد از یه مدتی میتونیم تمرین بکنیم و کم کم بتونیم این کار رو انجام بدیم و وقت رو به اون چیزهایی بدیم که واقعا برای ما مهمه. مرحله بعد اینه که بیایم بر اساس اون اولویت بندی که کردیم برنامه‌ریزی بکنیم و بعدش هم اون برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. من خودم برای برنامه‌ریزی کردنش و اینکه بدونم کدوم کار باید اول انجام بدم 2 فیلتر دارم. یکی این که اون کاری که سخت‌تره رو اول انجام بدم و یکی دیگه این که اون کاری که براش وقت کمتری دارم رو باید اول انجام بدم. پس اونی که سخت‌ترینه و وقت کمتری داره رو اول انجام میدم و طبیعتاً اون کاری که آسان‌تره و وقت برای انجامش بیشتر دارم و میذارم توی آخر لیست. نکته دومی که توی برنامه‌ریزی کردن هست و واقعا برای من جواب داده اینه که هر کاری رو توی یک زمان مشخص انجام بدم. اصطلاحاً بهش میگن تایم بلاک کردن. من خودم تا همین چند وقت پیش یه لیست داشتم از کارهایی که باید توی طول اون روز انجام میدادم و خب میدونستم که این کار چون سخت‌تره و باید سریعتر تحویل داده بشه یا ددلاین نزدیکتری داره باید اول انجام بشه و به همین ترتیب میرفتم تا انتها، ولی برای انجام دادن اون کار زمان مشخصی رو اختصاص نمیدادم و وقتی که ما به این کارهایی که نوشتیم زمانی رو اختصاص نمیدیم احتمالا آخرش یا زمان کم میاریم یا زمان اضافه میاریم. تکنیک تایم بلاک کردن با این مثال خیلی قشنگ مفهومش توی ذهن من نشست و اون اینه که میان تایم بلاک کردن رو به چیدن لباسا توی چمدون تشبیه میکنن. میان 2 حالت رو متصور میشن. حالت اول اینه که ما لباسامون رو خیلی تا شده و منظم توی چمدون میشینیم و حالت دوم اینه که لباسامون رو نامنظم و همینجوری میریزیم توی چمدون. نتیجه اینه که وقتی ما لباسا رو خیلی تا شده و منظم توی چمدون میچینیم جای بیشتری داریم برای گذاشتن لباسای بیشتر. سایز چمدون یا زمانی که ما داریم غیر قابل تغییره، ولی ما میتونیم با نحوه چیدن اون کارها توی زمانی که داریم بتونیم بهتر از زمانمون استفاده بکنیم. نکته سوم اینه که برنامه‌ریزیمون رو ساده و انعطاف پذیر نگه داریم و حواسمون باشه که خیلی تحت فشار برنامه‌ریزی نکنیم، چون ممکنه بعد از یه مدتی خسته بشیم و نتونیم توی اون برنامه‌ای که داریم مستمر باشیم، یا ممکنه یه سری کارهایی پیش بیاد که ما پیش بینیشون نمی‌کردیم و برنامه‌ریزی ما رو به هم بزنن. پس باید کمی انعطاف پذیر باشه که بتونیم برنامه‌مون رو جابجا بکنیم. و نکته آخر و یکی از مهمترین نکات اینه که همیشه توی برنامه‌ریزیمون، توی مدیریت زمانمون وقتی رو به تفریح و استراحت اختصاص بدیم و اینو بدونیم که اون استراحت و تفریح باعث میشه که ما خیلی فعالتر بتونیم برگردیم و به کارهامون برسیم و هیچ وقت اینو حذف نکنیم. مرسی که با من همراه بودید.